دختر سینما شدن لطیفه عزیزی در امریکا. لطیفه عزیزی چی طور در سینمای هالیوود را پیدا کرده است و فیلم جدید لطیفه عزیزی چی تاریخ نشر خواهد شد؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. لطیفه عزیزی هنرمند جوان، تازه‌کار و ناماشنای افغانستان است که در میان مردم افغانستان از شهرت هنری خاصه برخوردار است و تمامی جوانان کشور با نام و چهره لطیفه عزیزی آشنایی کامل داریم. لطیفه عزیزی هنرمند جوان کشور که کار هنر خوانندگی را از برنامه رقابتی ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد و در این پروسه رقابتی توانست مقام سوم را از آن خود کند. لطیفه عزیزی در این پروسه از طریق داوران برنامه ستاره افغان بارها حمایت نشد، حتی مسخره و تمسخر هم شد، ولی لطیفه عزیزی با اعتماد به نفسی که داشت توانست در این پروسه خوب بدرخشد و حمایت مردم را از آن خود کرده بود. لطیفه عزیزی اکنون در کشور امریکا با یک برادرش زندگی می کند و در کشور امریکا مدت 2 سال می شود دیگر راه هنر خوانندگی را در پیش نگرفته است و در ابتدا مدل شده بود و برای چندین برند لباس افغانی و خارجی مدلینگ می کرد. اکنون لطیفه عزیزی در صفحات مجازی خود نشر کرده است که در یک فیلم امریکایی نقش بازی کرده است و قرار است این فیلم امریکایی سال آینده در ماه دسامبر 2024 به بازار سینما عرضه شود. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای لطیفه عزیزی و تمامی جوانان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.